یاسومان خیلی خرسند شدم. تو و امیر گویا که برای یکدیگر آفریده شده باشید. هر دویتون خوشبخت میشوید. قلبی من چنین میگوید. تشکر اپا. انشالله که یگان مانی یگی نمیشه. سخنی خیر بگو. چرا مانی پیدا شود؟ نمیدونم اخیر. پدرم هم کمی حساس هستند. مادری شما هم درباره خوشدامنتون سخنهای خوب نمیگویند. مادرم؟ بله. مادرم رو در کجا دیدی؟ در خانه همون خدمتگار شده کار میکند. چه خیر؟ شما خبر ندارید؟ نه. کار را آغاز میکنم گفت اما نگفت که در خانه شما. چرا؟ از من خلاصی نداره رفیق مدحت. همین خیل. رفیق دادستان این مراتب برای چی؟ یاسومان را من به هیچ کس نمیدهم. یاسومان را دوست ندارم. راست میگویی؟ رفیق مدحت راننده را نابود کرده فکر میکنی که پرونده را هم محکم کرده ای؟ خطا میکنی. در دستم سندهای زیاد است. نفره را مجبور میکنم همش آشکار میشود. کار کرده حیاتت را میسوزانم. بیا درون درون. بیا. نه ترس. اگر قصد جانت میکردم حاضر سخن کردن نمیتوانستی. کنی گذر. و چی است؟ مراخ کرده باشی؟ تماشا کن دادستان. خوش آمدید. برایتان چی اکرام بکنم آقای شما مدحت؟ برای ما 2 چای با رستنی سلام. لیکن در خانه این خیل چای نیست. پس رفته بیارید خانم جانان. البته در خواب. خیلی زیبا یاسومان. این کورتا در تنتان شینه میستاده است. اپای فریده این لباس به من میزیبد؟ آیا با خوشدامنتون معقول میشده باشد؟ باز یگان عیب نیابند؟ اگر به آن کس باشد در همه چیز نقصان یافته میتواند. در همه چیز. مادرتون مرا میترسانند. نترس جانم. فکری تو نادرست است. پس همین رو میگیریم؟ خیلی زیبیده است. یاسومان من هم با تو به خانه اتان میروم. میخواهم مادرم رو ببینم. مایلش میشود. بیا رفتیم که دیر شد. به این صورت حساب یگان چه روان کن. دست آقا درد نکند. برای من دام آماده میکنی. به تو پول گذرانم و تو مرا گناهگار بکنی. تو هم آنقدر با عقل هستی که به عقل نبودن مرا میدانی. اگر گفته هایت تمام شده باشد برآمد از آنجاست. گیر این را. به من میدهی؟ البته. اما یک نسخه دیگر محفوظ است. خیلی لذت بردیم رفیق مدحت. اکنون رو دفع شو. دفع شو. ایتالیان ها این کار رو نقض میدونند.
آیسته گلویت رو نگیرد. آه خدایا، اینقدر وقت زود میگذرد. چی شد؟ بخوری داری؟ نه گویا هم این خیل. چی خیل؟ نه این خیل نه برادر. یک رفیقم با من کاری دارد، مجبور کرد که واخوریم. من هم کسی را ناامید کرده نمیتوانم. نمیدونم چی درد دارد. باید که روم، ملال میشود. اوه واخوری میگویی؟ خوب رابر شدم گفتم از روز اول سر کردی. اگر چنین سخن بگویی خفه میشم شرف. میلش برادر، نمیروم. رو میلش. نه نمیروم. گفتم که رو، گپ رو دراز نکن. نباشه زودتر رفته زود برمیگردم. 2 ساعت پس درم اینجا میشوم. در جای مانی ساده به سرمان بلا گرفتیم. باز این را راهبر تعیین کردیم. اکنون براستی ما صاحب گلخانه میشویم. بله، با البکت صحبت کرده حجت را درست میکنم و بعد سوی دست میگذارم. یعنی هر دوی ما سوی دست میگذاریم؟ چی شد؟ هیچ، همین خیلی گفتم. یاسومان چراغک سبز شد؟ ببخشید. کی میداند عقل این دختر در کجاست؟ کاری آسان است مگر باری اول با چنین حادثه روبرو میشوم. خوش دامنتون و امیر یک طرف، اما پدرم. فهمم. شفق من میبرایم. فهمم، من هم میایم. خوش آمده. مادر فریده، تو را شام انتظار بودم. حالا شام نشده است؟ ممکن است به درون درایم؟ با شما صحبت کردم میخوام. البته بیا. شد تمام. آقای خیردین امشب همین ها رو ببر میکنی. میشود؟ میشود. از تو که حل شد، اما من چی میپوشم؟ به خدا نمیدونم که چی پوشم. نباید خانم، دردت همین است. دردی کم است مگر شما کرین خانم رو ندیده اید؟ چنان فخر میکنه، چنان راه میگردد که آها. کدامش رو بپوشم؟ زیبا نمایم تا کرین عیب نیابد. اگر با لباسهای تو نظر کرده عیب یابد، پس در دل او عیب نهان است. هرچی که دلت میخواد همان رو بپوش. مادر به من گفته بودید که با صاحبی این خانه آیله دار میشوید. مردی که با او مقصد آیله دار شدن را دارید پدر یاسمن است؟ شاید. چی بدی دارد؟ شما مرا شرمنده کردنی هستید. یاسمن دوگانه من است. باز این شما به این خانه خواستگاری می آییم. خدا خواهد اگر امیر و یاسمن خانه دار می شوند. به من چی دخل داره؟ به من چی دخل داره؟ مادر خود را به نادانی نزنید. شما خدمتگار هستید، این را فراموش نکنید. این کارتان از روی آدم نیست. فریده، من کودک نیستم که به من راه نشان دهی. من راه نشان نمیدهم مادر. این کار نمی شود. در حال از این خانه برآمده روید. در حال. چی؟ مرا شنیدید؟ شما باید از این خانه برآمده روید. چرا؟ چرا جانان خانم باید برود؟ ببخشید آقا، این کس دخترم. 2 نبیره دارم. میگوید که کار را ترک کرده نبیره هایم را نگاه کنم. راست میگوید دخترم؟ ما جانان خانم را نمیگذاریم که رود. ماشاءالله کار و مهارت خوب دارد. در این وقت چون این شخص را یافتن دشوار است. اما اگر شما احتیاج کودکان دارید، جانان خانم به شما مییابد و ما هم دستگیری میکنیم. تشکر، لازم نیست.
جانان خانم من میبرایم. لباسی که شما میپوشم برای درزمال کنید گذاشتم. البته آقای مدحت در حال درزمال میکنم. روز بخیر. ببخشید، مثل که شما رو در کجای دیدم یا اینکه قبلا دیده بودم؟ در حافظم چون این ثبت نیست، لیکن کی میداند. روز بخیر. براری کار. مادر آنقدر کارم بسیار است که وقتی تو را گوش کردن ندارم. خوب مادر، خوب شام و میخوریم. میروید آقای فریده؟ بله اسم من میروم. بگاه ساعت چند میآیید؟ اویلوی میآیید؟ همه یک جای میاییم. پدرم، مادرم، اکا یشر، شرف، من، بچه ها. خیر لیلا خانم کنی بگو چی گفتن یاداری؟ یشر ما کی اویله دار میشویم؟ چه خیلی اویله دار شوی؟ یشر میدونی که مدتی دراز است من انتظارم. امید بر آن دارم که هر دویمون یک جا شویم. خوب یک جا شدیم کو؟ همین خیلی. آخر من حالا جدا نشدم. چه خیلی با تو اویله دار میشم؟ من هم نمیگویم که در حال رفته نکاح کنیم، لیکن چی؟ هیچ نباشد فاتحه کنیم بعد توی میکنیم. این قدم اول میشود. باز سر شد. چی سر شد یشر؟ در خانه باشد مادرم مجبور دارد گویا که من مرد مجرد باشم. آیله دار شم. ماند یک نفسی تازه گیرم. من نه آزاد شدم. مادرت مرا میشناسد؟ وقتی با تلفن صحبت داشتم شنیده است. از من پرسید کیست، چی رابطه دارید. مادری من تا نفهمد آرام نمیشود. تو چی گفتی؟ هیچ. شناسم گفتم. مگر من تنها شناست هستم؟ لیلا مگر تو نمیفهمی؟ اگر بگویم ما محبت داریم میدونی چی میشود؟ مجبور میکنند که آیله دار شوم. مادری من رو تو نمیدانی. خدایا میدونی امشب برای امیر خواستگاری میرویم. خدایا این اقدام چند سال دیگر برای عائله ما بسنده است انشاءالله. بسیار چیزها را نمیدانی. نفهمیدم. بسیار چیزهای عجیب را نمیدانی. چیو میگویید؟ نفهمیده ایستادم. کاش که بدانی، کاش که میدونستی. کمیسرم این آدم دیوانه شده است. با خدا راست میگویی سلیم، روی راست دیوانه شده است. غالب امروز با هم با نخوریم بهتر است. نفری تعقیب کند اگر موضوع مهم است. در تلفن گفته بودی که درباره کسی معلومات میخواهی. بله درباره یک پلیس. کمیسر بخیر است. دنبالت چرخ میزند. دنبال دخترم. یعنی یاسمن را طلبگار است. بله چند روز است که در فکر غوطیدم. دختری مرا پلیس دوست می‌دارد. آیا دخترت نمی‌داند که پلیس ها دشمنی پدرش هستند؟ تقدیر شفق، همش تقدیر. امشب عائلوی به دیدن یاسمن می‌آیند. خیر کنی بگو کیست اون پلیس؟ به این هم که بودنش را از تو میپرسم. بپرس. همه پلیس استانبول را نمیدانم، اما کافت و کاف کردن مییابم که بودنش را، از کجا آمدنش را، همه‌اش را یک به یک میفهمم. در منطقه تو کار میکنم. امیر. امیر؟ کمیسر امیر. از نزدیک میشناسی؟ امیر افگیر؟ افگیر؟
فرزند خیریدین؟ بله، پسر خیریدین. این چگونه تقدیر است شفق؟ غالب، این کار آغاز نیافته خاتمه اش ده. دختری من می رود و فرزند خیریدین را، فرزندی برادری جانی را که از پشتش کارت زده بودم دوست می دارد. هر یک درد سوزش خود را دارد، اما با فکرم خطر این درد را درک کرده ای. آن دفعه با تهدید تو را نگذاشتم که به نزد خیریدین روی. این مراتب خیریدین نزد تو می آید. اکنون چی کار میکنی؟ خیریدین با دیداری دخترم می آید. غالب، امروز تو را فکر کردن نمیخواهم. مانع شو غالب، این خیلی نمیشود. با یاسمن گپ زن. نمیدونم که با او چطور میفهمونی و چی میبافی، اما بگو که از این محبت دست کشد. دخترم با من دشمن بشه. اگر دخترت حقیقت را فهمد آنگاه بدتر میشود. اگر فهمد که برادر جانیت رو تهمت کردی و فهمد که برادر جانیت پدری امیر است، آنگاه برایت نگاه نمی کند. غالب، برای همین علاج واقعیت پیش از وقوع گفتند. در یک استانبولی کلان فرزند خیریدین چرف میزند و دختری مرا مییابد. غالب بس است، به خدای. این را تقدیر میگوید. من به یاسمن چی میگویم؟ برای کار آمد. امیر، گلها را برای من آوردی؟ گلها؟ نه، در اصل این گلها برای... فهمیدم. بیا میدارم. دخترم کجا شدی؟ آخر دست و پایم بسته شده. یگان جای تلاش کردن چه جای تلاش نیست. میدونی من چند ساعت درس مول کردم. شد با تو بحث کردن نمیشود. کنی ببین زبیده است یا نه؟ میزیبد. ایست یک لحظه ایست. باز اینش است. این چخل؟ کنی اینش یا اینش؟ فرق ندارد. کرته در تنتون بوده خیلی زیباست. گفتم کو زیباست. فریده دخترم تو چی میپوشی؟ نمیدونم، میپوشم یگان چیز. باز جوان است. هوس و آرزوی جوانیت کجاست؟ من مقصدی آیله دار شوی جوانان امروز را هیچ نمیفهمم. برای چی؟ حالا جوانان عشق را تنها در گشت و گذار میدانند. مقصدشان را نمیفهمم. میخوان یکدیگر را نزدیکتر شناسند، با کی چگونه آیله برپا کردن را فهمند. پسرها گپ میزنند و دخترها باشند گوش میکنند. با مرور زمان چون فاتحه کردند، اکنون دخترها گپ میزنند و پسرها گوش میکنند. آیله دار شوند چی؟ آن زمان هر دو گپ میزنند و تمام محله میشنوند. متاسفانه حالتی دردناک است. این موضوع را کشودید، پس معلوم میشود که برای من گفتنی های دارید. پسرم امیر، فرزندی عاقلی من، خانه را با اهل خانواده خانه میگویند. نفری از اهل خانواده نیک باشد، نیکیش به همه میرسد و اگر بد باشد، بدیش میرسد. یک نفری میتواند آبروی آیله را ریزاند. نقطه حساسی را قید کردید. این حقیقتی حال است. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چی کرد آن آشنا کرد. راستی میترسم که خطا نکنم اما که محمد. ترسیدنت خوب است. این معنی با احتیاط بودن، اندیشه کردن و دلسوز بودن است. کامل بودن آسان نیست. خدایا ما را انسانی کامل بگردان.
همه چیز آماده خانم جان. آماده شده است. اگر خواهی باز یک خوریش آماده کنم، لیکن برای این اویله همین قدرش زیاد است. نفهمیدم. چیزی گفتید؟ نه همهش آماده است. باز یک شیرینی دیگر آماده میکنم. اپا جان چه خیلی زیبا است. زیبا نشد اکنون. به شما گفته بودم که من لباسی زیبا ندارم. میشه روز پیشم مرا به حال خودم گذار. شما چی میگویید؟ مرا گوش کن. سرخ با کبود خوب است، اما من به تو میگویم که خاکستر رنگ درون نزیبیده است. زرد شده میتواند، کبود شده میتواند، سبز شده میتواند، اما خاکستر رنگ نمیشود. خوش آمدید پدر جان. با من دهید پدر جان. پدر جان یگان حادثه رخ داد. نه. خوب هستید؟ مگر خوب می نمایم؟ نفهمیدم. یگان کم بودی نشده است آخر؟ امشب مهمان داریم کو. پدر؟ چی خبر بچه ها؟ گلها رو من بیبرم آمد. مرحمت. من شیرینی رو میگیرم. تو هم شیرینی رو گیر. من به دیدن ینگر میروم. من هم. البته هر رویتون میوید، لیکن اول باید که آماده شویم. گذارید. شب تو هم میروی؟ بله بابا جان من میروم. آفرین به دختر زیبای من. پسرم زودتر آماده باش. کمی صبر کن. امیر گل و شیرینی گرفتی؟ گرفتم انا. خب کنی شما هم بپوشید. من لباس زیبایم رو بپوشم. من هم لباس هایم رو عوض میکنم. رفتیم بچه ها. امیر زودتر باش پسرم. مایل است مادر. در کجایم گفتی؟ شد وقتت رو نمیگیرم، بعد صحبت میکنیم. ببخشید یاشار افگیل در کجا زندگی میکند؟ یاشار؟ فرزندی آقای خیریدین رو میپرسی. انا در بینای گلابی رنگ. رحمت خاله جان. سلامت باش. سلام، یاشار در خانه است؟ یاشار؟ بله، با من گفت که در خانه میشوم. دخترم تو کی هستی؟ من یک دوستش، لیلا. لیلا تو هستی؟
لبای. امیر، من مدحت، پدر یاسمن. بفرمایید. گوش کن فرزندم، ما عائله با اعتباریم. بله. تو هم جوان مرد هستی. نمیخواهم که تو را رنجانم. چی واقع شد؟ عائله‌تان را دیده برآمدم. به فکری من به عائله ما موافق نیستید. چی؟ این چی معنی داره؟ این را گفتن دشوار است، اما زحمت کشیده تشریف نآرید. من دخترم را به فرزندی نفری که 10 سال زندانی شده است نمیدهم. خوراک بسیار هم بوی خوش میکند خانم جانان. اپای جانان، من فراموش کردم که تفتان رو خاموش کنم. خدایا گوشتا سوختند. سرگردان نشوید خانم جانان. واخوری را رد کردم. مهمانان نمی آیند. چه خیلی مهمون ها نمی آیند پدر؟ یعنی چه خیلی رد کردید؟ همین خیلی لازم بود، رد کردم. چرا پدر؟ آیدی عائله آنها. کمک جستجو کردم، خبرهای ناخوشی را دریافت کردم. خبرهای ناخوش؟ چی بود است اون خبرها؟ پدر این جوان 10 سال زندانی شده است از سبب رشوه‌خوری. اما نه تو نه من از این حادثه خبر نداشتم. همین خیلی نه؟ من خبر داشتم. آخر او بیگناه بود. پدرش گناه نداشت. او رو تهمت کردند. تمام شخصان زندانی رشوه‌خور خودشان را بیگناه میشمارند. لیکن حقیقت این است که تا شمال نشود برگی درخت نمی جنبد. من مثل تو ایمن نیستم که پدر او بیگناه باشد. در سرم یک قطار شبه ها هست. اگر شما آیدی آنها شبه کنید، من باشم آیدی شما شبه میکنم. چی؟ تو چی گفتی؟ اپا تو کردار نشد نشه. در حیاتتون با کسی باور ندارید. از همه شبه میکنید. همین خیلی پدر. پس ما چی؟ فکر میکنید که ما از شما شبه نداریم؟ 10 سال پیش نامتون رو عوض کردید. سراغمون رو، تلفن هایمون رو عوض کردید. کنی گپ زنید چرا آدمی بیگناه نامش رو عوض میکرده است؟ از یگون چیز یا از یگون کس میترسید؟ میگوید که این شاه داریم، لیکن سالهای دراز است که یگون بینا هم نساختید. پس اینقدر مبلغ رو از کجا مییابید؟ کنی فهمونید؟ بس کن. از حد گذراندی. پدر در نهایت کارتون را کردید. یاسمن ایست گفتم. یاسمن ایست. زحمت کشیده تشریف نآرید. من دخترم را به فرزندی نفری که 10 سال زندانی شده است نمیدهم. بگمانم که امروز سر کارید. من وقت شما رو گرفتن نمیخواهم. امروز خونه کمی برو بچین است. همه با کار خودش آوره. خیر دخترم، رحمت. خدا حافظ. رحمت دخترم. از شناسایی با شما شاد شدم. من هم دخترم، من هم. مراتب دیگر همراهی شهر بیایید. انشاءالله. سلامت باشی. پسرم با کجا؟ چرا لباسات رو نپوشیدی؟ با خواستگاری همین خیل میروی؟ خواستگاری رو رد کردن. نمیروی. رد کردن؟ چی خیل؟ پسرم نمیشود؟ آی چه شد پسرم؟ چه شد؟ بابا دستم رو بریدم. تو این رو از کجا یافتی؟ بابا درد
میکند. نبیره شیرکی من، چرا این کرد لعنتی رو گرفتی؟ شکر که حاسب جدی نیست. بیده دستت رو. میسوزد. پوف کند. اوچه کرد بسیار هم تیز بوده است. اکا میمیره دوچه؟ اینطور نگوی دخترکم، خواطر نباش. دیگر با کرد بازی نکنی یاسین. فهمیدی مرا؟ دیگر این کرد در این خانه نمی ایستد. با مکان لازمیش می رود و با کسی ضرر نمی رساند. با قهر بحر می پرتایم این کرد. آقای خیریدین، امیر بر آمده رفت. با خواستگاری نمی رفته است. فکر میکند که این کارها بازی است. چی؟ با کجا عمک جان؟ چی؟ میپرسم که با کجا میروید؟ با ترابیه میرویم با روحی اسام کوتاه‌تر. شرف، یاشار، وقتی پدرتون بر اومده رفت یگون گپ نگفت. غضبناک با کجا رفت؟ نمیدونم، اما با رویم قهرآلود نگاه کرده یگون چیز نگفت. ما در نزد در بودیم. بسیار غضبناک بود. از ترس نپرسیدیم. اگر میپرسیدیم باز سرزنش میکرد ما را. شما با امیر زنگ زدید؟ در کجا است؟ خدایا توبه، خودش چی گپ است؟ چرا با خواستگاری نرفت؟ راستی گپ خبرهای تازه را ینگم میداند. کمی پیش با یاسمن صحبت میکرد. دخترم چی صحبت کردیده؟ با خدا که فشارم بلند شد. مادر، پدر یاسمن به امیر زنگ زده است. با چی؟ گفته است که دخترم رو با عائله شما نمیدهم. نخود که ایها، در حقیقت چنین گفته است امیر را. بسیار هم آدمی بد بوده است. این آدم خودش رو کی میحسابد؟ آخر او خودش کی هست؟ از دهان این دختر هم گپ گرفتن امری محال است. مادر، وقتی که من با یاسمن صحبت میکردم پدرم مرا شنیده است، مجبور شدم که با او فهمانم. آیا آقای خردین به خانه شخص میرود که پسری ملایق دخترش نیست؟ پس خانه او را از کجا میوبد؟ فریده سراغ آنها رو تو دادی؟ من دروغ گفته نمیتوانم مادر. پرسید، مجبور سراغ را دادم. دخترم آخر یگون سخنی دروغ نگفتی؟ همه کارو رسوا کردی. اول باید همه سخنهایت رو در ترازو چین میکردی، اما بعد گپ میزدی. مادر، آخر من چی گفتم؟ نمیدونم فکری پسرم رو کنم یا فکری شوهرم رو، خودش رو شرمنده میکنم. مادر، پدرم از من سراغ خانه یاسمن رو گرفت. با اونجا می رود. میترسم که باز یکون حادثه ناخوشی رخ ندهد. اقلا یک مرتبه برای من خوبی کنید. اگر آید او رو به خانه راه ندهید. پس چرا خودت سراغ رو دادی؟ آخر آقای میتت رد کرده است. قبول نمی کند. خانواده شما هم یک رو بوده است. خیر میلش، اگر آید او رو به خانه راه نمیدهم. یگان بهانه میکنم. تو باشی از من قرض دار میشوی. گمان کردم که با من واخوردن نمیخواهی. امیر، التجا میکنم گپ زن. میدانم که از من رنجیده. آخر پدری من همین خیلی انسانند. تنها با کاری خودش باوری دارد. با شما هر گونه سخنی بد گفته باشد قهرآلود شده مرا زد. تو را زد؟ بار یکم است که زد. نمیخوام با عائله شما دخالت کنم.
پدرم با کوری مداخلت کرد کو. همه پدرها میخواهند دخترشان خوشبخت باشد. صدای پدرت در تلفن عجیب بود. بسیار هم صدای خصومتانه. گویا که از من و عائله‌ام میترسیده باشد. دیگر من پروای فکرهای او رو ندارم. تنها میخواهم که چی رو میخواهی؟ میخواهم که به یک دیگر وعده دیم. یاسومن آخر باز چه خیل وعده میخواهی؟ پدرت خواستگاری را رد کرد. آخر امیر، کسی که در کاری ما دخالت میکند کردن گیرد. ما از یک دیگر جدا نمیشویم. وعده میدهی؟ یاسومن، خانه‌داری که پدر و مادر راضی نباشد مشکلی میآورد. عذاب میکشیم. من همیشه به هیچ چیز نگاه نکرده با شما میمونم. میتوانید فکر کنید. چیزی شد به من خبر دهید. مرحمت رسیدیم. تشکر. مدحت گندگدو. آمدم. آقای خیریدین؟ خانم جانان بخیر است؟ در این خانه چی کار میکنید؟ چی؟ وای آیا خبر ندارید؟ من در خانه آقای مدحت کار میکنم. فریده به شما نگفته بود؟ چقدر دختری بی‌پروا است. من کار میجوستم. آقای مدحت باشد برای کار و باری خانه‌اش کارگر میجوست. همین گونه من جانان معلومات دادن را بس کنید. با آقای مدحت گپ دارم. کنی او را جیغ زنید. ای خدا، آقای مدحت حالا در خانه نیستم. به بیرون برآمده بودند. هیچ گپ نه، منتظر میشوم. سراسر من نیستم. چی؟ گوش کنید آقای خیریدین، دیرتر بیایید خوبتر میشود. من به اجازت شما را قبول کردن نمیتوانم. آیا من بگونم؟ ما با شما خوش و تبر رسیم. آخر خانه را نمیدوزدم. ایستید آقای خیریدین. آخر مرا فهمید. صاحب خانه حالا در اینجا نیستم. من باشم خدمتگارم. آخر خوب نمیشود. اینجا چه گپ است؟ تو؟ آیا تو دخترت رو با پسرم نمیدهی؟ خوش آمدی خیریدین. آیا تو پدری همون عروس شونده پسرم هستی؟ چرا گپ نمیزنی غالب؟ خدایا با من کمک کن. این چگونه تقدیر است؟ چی شد خیریدین؟ یک قدم هم نزدیک نشو. پدر چی گپ شد؟ پای جانان این مرد کیست؟ با آنها بگو برایند. میشه خانم جانان از اینجا روید. رفته بازاری کنید. پدر چی گپ شد؟ برایت گفتم زودتر روید. رفتیم. فریده خبری تازه. پدرت اومد. مانع در اومدن او شدم اما مجبور در اومد. حالا نمیدونم چی کار میکنم. من به تو از حولی زنگ میزنم. آقای مدحت من و نیشی رو از خانه بیرون کردم. بله. اپا هم جواب نمیدهد. حالا من چی کار کنم؟ چرا این آدم به خانه ما اومده باشد؟ برادری جانی هم بودی اما دشمنی جانی هم شدی. حیاتم رو سوزاندی. از من چی میخواستی؟ چی؟ خیریدین آرام شو. خودت را به دست گیر. آرام شو؟ آخر تو در زندان نبوده ای؟ در پیشانه من ایزی سیاه مانده است. اگر این سیاهی رو پاکیزه کردن خواهم هم با دیگر خشمی بدنم پهن می شود.
уф намешунавам. оиди чӣ сухан мекарда бошанд? ана мебинӣ апайҷонон зудтар инҷо биёед. дар дасти он мард корд аст. падарамро таҳдид мекунад. ин кордро дар хотир дорӣ? البته در خاطر دارم. این سحر دستی نبیرم را برید. این علامتی دشمنی بین ما و توست. با خونی که با واسطه این کارت ریخته بودی برادر شده بودیم. کارت را سرده خیریدین. پدر؟ پدرم رو بکشن. بیداو زودتر. پدر زودتر این کارت را به سینه‌ام بزن تا از درد و غم آزاد شوم. من نمیگذارم که تو بمیری. دیگر نمیخواهم که عذابی وجدان کشم. مرا بکش. چرا نیستی بکش؟ چرا مرا تهمت کردی؟ تا نگویی تو را نمیکشم. مردنم قدر آسان نیست. چرا مرا تهمت کردی ها؟ چرا منو 10 سال بیگناه در کنج 4 دیوار زندان کردی؟ جواب ده غالب، جواب ده. کاری شده که شد. من قوت ندارم که کارهای گذشته را تغییر دهم. چرا من رو تهمت کردی؟ تو باید فهمی خیریدین. برای محافظت عائله تو و عائله خودم مجبور بودم. آیا محافظت عائله من مردوشی تو ما نبود؟ این خنجر را یک طرف کن. اپای جانان زودتر درک شوید. 1 دقیقه گفته ایستادم. 1 دقیقه درک شوید پدر. تا این دعوا را خاتمه ندهی تو را آزاد نمیگذارم. یا مرا به قتل رسان یا اینکه دیگر از پای من نشو. تا سخن نکنی نه این دعوا خاتمه مییابد و نه تو را میکشم. خیریدین سرده. پدر زودتر کشو. سرده کار را سرده. پدر جان پدر در حالیوری تجلی را جیغ زده. پدر جان چشمونتان را کشوید. پدر گوش میکنم. پدرم؟ چی؟ تمام فهمم. میآیم. رو به بیمارخانه بردن. برو. خیر باز چی بگویم؟ جنگ مبارک شود. به اهل خاندانت همین طور بگویم. چی شد نشه؟ چی؟ پدری کی؟ تو چی ها میگویی؟ پدرم رو با کار دادم؟ چی؟ بله پدر امیر در دلی پدرم با کار زد. حالا ما در ماشین یاری تجلی میترسم. اپا جون التجا میکنم زودتر بیاید. پدرم میمونه. آقای خیردین نمرده است، زنده است. تو از برای خدا گپ زن فریده.
زنده است. پدرم را با کرد نزدند. کمکک فشاری دلش بلند شده است. چرا با آنجا رفتی؟ اوه خیردین، خودت نیای و دردت مرا میکشد. زودتر باشه، تاکسی ما رو انتظار است. راه گردید. پدر در نهایت کارتان را کردید. التجا میکنم نمورید پدر جان. مادر فریده، هر دویشان را به اتاق هر دویشان را التجا میکنم گپ زنید. آخر چی واقع شد؟ اویلاتون اینقدر پس بوده است؟ آروم شو نیشی. چی شدنی حادثه رو نفهمیده؟ نفهمیده؟ پدری تو پدری من رو با کرد زد. کرد رو به دلش زد. سپس بهانه کرده خودش رو بیهوش کرد. چی؟ نیشی؟ مادر اپا از دستم یگان کار ناامد. در نزدی چشمم قصد کشتن پدرم رو کرد. چی ها میگویی نیشی؟ دروغ. این دختر از پشافیل ساخته ایستاده است. خیردین این خیل کار نمیکند. مادر التماس خاموش ایستید. اول این دروغگوی خاموش شود. پدرت به سوی یگان کس کارد نمیبردارد. حتی مورچه را آزار نمیدهد. بیگناه است. برای بیگناه بودنش 10 سال زندانی شده بود. خب پدری تو خدا میداند که به پدری من چی ها گفته باشد. یعنی عائله ما لایق پدری تو نبوده است ها؟ یک دقیقه خاموش ایستید. پدری من برای گناهکار بودنش نه، بلکه او را تهمت کرده زندانی کردند. این را خوب دانسته گیر و هرگز فراموش نکن. هرگز. نزدیکان بیمار در همین جایم. عاجلا خون لازم است. از یک نفر خونی گروه یکم یا دوم هست؟ هست. از من یکم. از من دوم. خواهش میکنم در حال خون سپارید. فهمانید که برای پدرم خیردین خون میسپارم. شما را اول قبول میکنند. پدری من خیردین متحد است. خونتان با خیردین موافق است. گمان کردم که پدری شماست. خونی شما باشد با آقای متحد موافق است. یگان سوال ندارید. زودتر باید عاجلا خون سپارید. اپا چرا این کار را کردید؟ این آدم قصد جانی پدرم رو داشت. با این نگاه نکرده به او خون میدهه. خب کن نشی، خب کن. پدرتون نیست گفته از خون دادن دست میکشید؟ اگر لازم باشد میدهم. لازم است. با پدری همدیگر خون میدهید. در حال اتاق خونگیری را آماده کنید. خواهش میکنم فکرتون را تغییر نداده در حال خون مرحمت رفتید. کنی گذارید. در بیمارخانه نشستنتون حاجت نیست. کنی گذارید. امین که صحت شد مادرت زنگ زده خبر میدهد. ما هم بسیار غمگین شدیم. غمگین نشو دخترکم. از دست خواهرت گرفته به اتاقتون روید. رفته بازی کنید. من باشد برای شما خوراک تیار میکنم. لبای به شما کی لازم؟ یشار در خانه است؟ نه، در بیمارخانه. در بیمارخانه؟ پدرش بیمار شده است. خدا شفا دهد. چرا یشار رو پرسیدید؟ همین خیلی از اینجا گذاشتم گفتم او را ببینم. همه‌شان در بیمارخانه دولتی اند. منتظرند که آقای خیردین از جراحی برای رحمت سلامت باشید. روزتون بخیر. الو چی؟ راهبر رو با کار زدن؟ نه کی زدن؟ کدام بیمارخانه؟ من هم حالا با آنجا رفتنی بودم. حالش خوب است؟
байни онҳо чӣ шуда бошад? падарам ягон касро корд намезанад. чӣ шудани воқеаро ту медонӣ? не, нафаҳмидам. аммо ба гумонам ки дер боз ҳамдигарро мешиносанд. чӣ? шинос буданд? чӣ хел шинос буданд? тамом, саломат бошед. камтар бардоред. дарҳол нахезед. ба шароби мевагӣ нӯшед. ташаккур ба шумо. ташаккури зиёд. амир, чӣ мегӯӣ? барои оне ки ба падарам хун додӣ ташаккур. ба ту ҳам ташаккур. оҳ, сарам. медонам ҷонам, медонам. дароз каш. ҷонакам, якун маротиба мешавад ки маро ҷонакам гуфтӣ. агар ба рафти ин ҳодисаҳо нигоҳ кунем, шояд охирин маротиба аст ки калимаи ҷонакамро ба забон мегирӣ. амир, корҳои мо чӣ мешавад? ташаккури зиёд. саломат бошед. ака чаро ба инҷо омадед? ба зиёрати як бемор. ягон шикоят дорӣ? дар маконҳои номувофиқ пайдо мешавӣ ака. фаҳмидам вақташ ки расид қарзамро пардохт мекунам. падари ман дар инҷо дар дами марг аст. кори ман ба падарат чист? касе роҳбари маро ба кор задааст. барои ҳамин ба инҷо омадам. роҳбаратонро ба кор зада? бале. номаш Мидҳат Гундоғдо аст? бале. аз куҷо медонӣ? ё ай худо, ин одам бо падари ман ҷанҷол кардааст. ту чӣ гуфтанатро мефаҳмӣ эй аҳмақ? падари ту оғои Мидҳатро кор задааст? ҳаёти ту сӯхт. ҳуҷҷатҳои ба гарав додам дар дасти ӯ аст? инро хуб фаҳмидӣ. барои худат ягон ҷои гурезёбӣ хуб мешавад. чӣ хел? ака охир падари ман бегуноҳ аст? намедонам. агар падари ту роҳбари моро бо кор зада бошад, ҳаёти ту сӯхт. агар дар муддати 2 рӯз пулро бо фоизаш пардохт накунӣ, туро зинда ба зинда ҷанозаатро мехонем. маро фаҳмидӣ? дафт шав. девона яшар, девона! рафта аз бонк пул қарз гирифтӣ. қарздиҳанда бошад шахсест ки падарам ӯро бо кор зад. мани бетақдир, мани девона, ҳам бетақдир. лабай лайло, дар беморхонаам. бале, каме ғазабнокам. не, масъалаи пулӣ аст. фавран 75,000 лира ёфтанам дар кор. фаҳмидӣ? хайр, телефонро хомӯш мекунам. бовариам намеояд. ту дарам инҷо будӣ? байлаш, ҳамашро шунидӣ. ман пулро аз бонк гирифтам. раиси бонк бошад Мидҳат будааст. ҳоло бошад мехоҳанд ки пулро бо фоизаш дарҳол пардохт кунам. коре карда бояд пулро ёбам. оё ту нагуфтӣ ки 50,000 маблағро аз як шиносам қарз гирифтам? охир бонк чӣ хел туро бовар карда 50,000 пул додааст? ҳуҷҷат додам. ҳуҷҷатҳои
خانه را دادم. حالا باشد 75,000 لیره میخواهد. چی گفتی؟ آیا عقلت را گم کردی؟ تو حیاتی همه همان را میسوزانی، گلخانه را نجات میدی، هم گفته خانه همان را از دست میدی. خواستم که تو را یاری دهم. هم از خودت و هم از یاریت بیزارم. من میدانستم که عاقبت این کار خوب نمیشود. باز من ایده اونا تو را باور کردم. از تو برای نکه داشتن را مرگ بهتر است. گمزنیش را ببین، موریش هست. همینش نمیرسید. چی شد شرف؟ هیچ چیز نشده است. چی شد؟ بالاخره من یگان کس را با کرد میزنم. گوش کن فریده، مادرت همراهی اون دخترها چی کار میکند؟ گبزن که در آنجا نیسته. مرا عصبانی نکنه. به این هم عصبانیم. آنها چی میگویند ها؟ اهمیت ندی. هم قصد جان پدرم رو کردند و باز ما رو تحقیر میکنند. شما خودتون را کی میحسابید؟ گوش کن، مرا به غضب نیار، داماد را گیر. به تربیه از کفر آمده ای کنیزن؟ اگر به یک طوری مویم رسید پدرت رو باز به زندان روان میکنم. یاسومن خوب هستی؟ گمانی بد نکنید. آخر یاسومن پدرم را بیمار نکرده است کو؟ خواستی امیر را هم رد نکرده است. این دختر چه گناه دارد؟ فریده، تا معلوم شدن واقعه یگان کس بیگناه نیست، خصوصا این پریدی که در گردی دور میزند. اکا بس کنید. پدرم بیماری وزنی در دمی مرگ است، باز تو این دختر را پشتیبانی میکنی؟ ها؟ بخیر است، صفت رو عوض کردی، مبارک شود. خیردین پدر، آقای دکتر، سلامتی پدرم چی خیل است؟ سلامتیش خوب است. یک مدت معین او را در اتاق بیماری های وزنین میخوابانیم تا اینکه سلامتیش بهتر شود. خدا شفا دهد. سلامت باشید. شکر خداوند، شکر خدا. شکر خدا رو شکر. شما نزدیکانی آقای میتحت هستید؟ بله. پدرم انشاءالله خوب میشود. هر کاری از دستمون اومد کردیم. خدا شکر. خدا را شکر. تشکر زیاد. انا پدرم را برآوردند. پدر این غالب است. چی؟ چه خیلی غالب؟ مگر نامی پدر این دختر میتحت نیست؟ غالبی که پدرم را زندانی کرده است. مادر اشتباه نمیکنید، باوری دارید؟